چون میخواد این جوان خجالت نشه کمک بازوش یه بار بلند بگی یا ابوالفضل. دو سه تا دیگه پهلوان هوا سرد زور به زنجیر بزنه، اگه پاره نشه رخصت میگیرم بازش میکنم. قبل امیرالمومنین دیگه زور به زنجیر نزن، تو هرچه زور بزنی پاره نمیشه. هوا سرده، بذار زنجیر از دور بازود وا کنم، اکثر ایدان ناراحت شدن از من. شما در مالون بزرگ وا کن همه ببینن. حسین یه لحظه دست باشه. بیا بازش کن. ولی میدونی کی زنجیر وا کن؟ مردم رو جنازم وا کن. پهلوان در ما رو بزرگ وا کنونی که برای ما رو وایستاده ما رو نگاه کنه. ولی میشه یه خواهش ازت کنم، یه سوغات از قبر علمدار حسین واسه من آوردن، اونو یه لحظه فقط این وسط بذار. یوسف جان بیا اینجا کنار من. ولی میگم هر کی دور من وایستاده بنا نسبت برای مار این بند و بساط اینجا جمع شده بود، این مار 3 متر و نیم ما رو نگاش کنه بره. ولی هر کی گل وجود ابوالفضل اینجا وایستاد چشمش خورد به این اسم، به چشمای ابوالفضل یه صلوات بفرسته. پهلوان سوغات کربلا رو بذار، آهنم پاره شد میخوام یکی یه دونه دست این زن و مرد بدم. ولی ای جمعیت امروز دور من خواهشان کسی نهید رو این پرچم، الان پول نذاره، خواهش میکنم از شما. ولی امروز چشمت خورد به این علم، دور من بینیت وای نستا. یوسف جان بشه جا بوده آقا، من اینو گذاشتمش زمین، آقا دور منم وایستاده بود، به مسخره گرفت تا این آفتاب غروب نکرده چوبشم از صاحب این علم خورد. ولی جاییم بوده من این علم رو گذاشتمش زمین، آقا با قلب پاک اومد کنارش، مرادشم گرفت. ولی شما هم امروز اینجا جمع شدید، من از دل هیچ کس خبر ندارم. چرا؟ هر کی یه درد اینجاش هست، هر کی بگه نیست دروغه، گل بی درد فقط اونه. آقا من نمیگم نعوذ بالله من خیلی آدم درست و خوبیم، بچه پیغمبرم ها نیستم، من از نوک پام تا این موی سرم 100 عیب و غلطه. ولی صاحب این میدون که این شخص باشه خیلی آدم بزرگه. اینجا وایستاده یه نیت کن، من جوان سر رو این علمش میذارم، بلند بشم یکی دو تا زور با آهن میزنم. ولی اگه زنجیرم پاره شد، من تو این کوچه اصفهان بین این خواهرها مادرها یه قدم بیان جلو، کنار بساط و بنده خدا وایسادید. داداش یه قدم بیا جلو، با شما یه خورده بیا جلو. ولی آهن پاره شد، من بین این همه زن و مرد 20 نفر زن و مرد با غیرت مسلمون میخوام، همه با غیرتن همه. ولی اگه آهنم پاره شد، این 20 نفر زن و مرد این قدم از قدمش رو تکون بده، بذاره کنار این علم آقا ابوالفضل. ولی اومدی کنار این اسم، روش صدقه پرت نکنی ها. اسم ابوالفضل لیاقت صدقه پرت کردن نداره، منم صدقه بگیر نیستم. ولی اومدی کنار این اسم، اگه داشتی یه نظر بزرگ از زندگیت جدا کن. نیست یه برگه 50,000 تومن. پهلوان 50,000 تومن خیلیه؟ همتون با این چشماتون دیدید آقا هست انقدر دل داره، عاشورا گاف سر میزنه به اسم امام حسین. نبود این 20 نفر یه 30,000 تومن، یه 20,000 تومن ناقابلشو. ولی نه برا زنجیرا، نه برا مار، قربون دو دست بریده آقا ابوالفضل کنار این علمش گذاشت. با غیرت ها بلند بگن یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
ماری کنه بیاد. این از این حیوان. حالا میگم مسلمونی. حالا 15-20 این جمعیت قدم کنار این اسم ابوالفضل بذاره، مثل این خواهر من، مثل اون مادر من، یه 20 تومن 30 تومنشو قربون اسم ابوالفضل حالا کنار این علمش گذشت کنه. این مردا از اینجا نمیان بسات. این پویسری ها پول شما لیاقت اسم حسین نداره، داداش پول تو لیاقت اسم ابوالفضل نداره. و نوکرتم پدر من، مادر من، تو نخواستی قدم تو میدون حسین بذاری، جوون تو نخواستی قدم تو میدون ابوالفضل بذاری. این بچه مردا از این قسمت قدم بذارن، این خواهر مادرای من قدم تو میدون حسین بذارن، ولی نبری حق بازوی پهلوونه ها، ولی نبری حق هیکل خیس عرق منو. قدم بذار توی میدون تا حسین ببینته، قدم بذار توی میدون تا ابوالفضل ببینته. قربون معرفت داداش من، علی زیر دست نکنه، ولی گفتم تو به نام حسین قدم بذار، ولی گفتم تو به نام ابوالفضل قدم بذار. این در مار، ولی اومدی تو میدون پهلوان نیومدی، وایس و سوقات حرم ابوالفضل رو بهت بدم، وایس طواف کرده ی قبر قمر بنی هاشم رو دستت دادم. این از این حیوان، این مورث مترونیم، خانم زینب زیر دستت نکنه. اینهاش حالا نگاش کن، این از در مار بزرگ، این از مورث مترونیم، اینهاش تماشا کن. نری بگی پهلوان حرف زد ولی به حرفش عمل نکرد. حالا نگاش کن، این از در مار. این داداشای یه قدمی بیان جلو. پدر من بیا جلو، بنده خدا اونجا وسیله گذاشته. آبجی یه خورده بیا جلو. خانم شما بیا خورده بیا جلو. این در مار، شما بیا. آبجی بیا یه خورده جلو. خوبه خوبه. این در مار، ولی پهلوان به عزیز زهرا دلم تو این میدون شکست. نه به خاطر پول. من اندازه وزن و هیکلم تو همین کوچه اصفهان از دست ملتش پول گرفتم، ولی تا زنجیر از بازوی من پاره شد، یکی اومد تو میدون پهلوان. کم و زیاد اون داداش من با یه 50 تومنش، اون مادرم با یه 20 تومن، اون آقا با یه 30 تومن، کم و زیاد همه اومدن تو میدون پهلوان. ولی آقا یکی هم دور من وایساده بود، انگار شیطون اینجا گرفت. گفت ول کن، بذار ماری که میگه 3 مسقط داره درشو وا کنه، من برم یه 10 تومنی بهش بدم. خاک این میدون تو دهن من بگم بابت مار از کسی بخوام پول بگیرم. این مار، این از این حیوان، ولی من برای مار از هیچ که پولی نخواستم. ولی پهلوان